در چارچوب برنامه همبستگی المپی در بینای کمیته ملی المپی در شهر دوشنبه سمیناری آموزشی برای مربیان جودو جریان دارد. در آن مربیان جودو از مناطق گوناگون کشور اشتراک داشته با جزئیات و تغییر و الهه‌های صورت گرفته در قانون و قاعده‌های جودو آشنا می‌شوند. در این سمینار با استفاده از نوارهای پیشنهادی فدراسیون بین‌المللی جودو هر حالت بحثناک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته نتیجه و خلاصه درست این حالت‌ها پیشنهاد می‌گردد. آموزش‌های لازم را برای مربیان جودو رمزی شمیرов یگانه داوری درجه المپی از تاجیکستان ارائه می‌کند. کورس‌ها برای مربیان جودو گذرانده می‌شود و همون نوزک‌های تکنیکی و تاکتیکی که در جودو هستند به مربیان جمهوری تاجیکستان آموزنده می‌شود و این تحت سرپرستی کمیته ملی المپی و کمیته جوانان ورزش و فدراسیون جودو جمهوری تاجیکستان این کورس تشکیل شده ایستاده است و تعداد اشتراکچیانشان 20 کسند. این برای بازآموزی و برای تکمیل اختصاص همون مربیان که در آینده در سطح جهانی اشتراک کردن همون و اون نوزک‌های جودو را آموختند. مقصد از برگزاری سمینار تکنیکی تکمیل اختصاص مربیان با استفاده از تجربه‌های کسب شده در مسابقه بین‌المللی میباشد تا دستپروران مربیان جودو با اصلاحات و تغییرات مقررات بین‌المللی جودو آماده باشند و به خطاگی‌ها راه ندهند. در طول مدتی که هیئت تلویزیونی ورزش در جریان سمینار حضور داشت معلوم گردید حالت‌های بحثناک در مسابقه‌ها کم نیستند و باید به چنین حالت‌ها داوران، مربیان و ورزشگران رشته جودو آماده باشند. تعداد 20 نفر اشتراکچیان به طور فعال در بحث‌های پیش آمده به ابراز نظر پرداخته تجربه‌های داشتهشان در مسابقه بین‌المللی را نیز پیشکش می‌نمودند. ضمناً سمینار تا 8 ایول ادامه داشته در انجام به مربیان اشتراکچی گواهینامه ختمی سمینار داده خواهد شد.